این ما شاسیش کلا پیچیده، هم رفته عقب. پژویی که شاسیش خورده بود و صاف شد. دوستان یک چیزی بگم که الان یک ضرب جزئی مثل این کاپوت گیلگیر، حالا این کاپوت گیلگیرشون رنگ بود عوض کرده، یک ضرب جزئی مثل این تقریبا 30 تا 40 میلیون هزینه برمیداره. خلاصه که مواظب بشین، تصادف نکنه. موفق باشین.